تصور کنید در سیاره‌ای بیگانه قدم میزنید، جایی که درختان به جای شیر خونریزی میکنند و هر قطره‌اش طلایی است. در گوشه‌ای دور افتاده از جهان، در جزایری که انگار از دل یک افسانه بیرون آمدند، درختی ایستاده است که معماریش با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. درخت خون اژدها، این موجود زنده عجیب با تاجی چتری شکل که آسمان را قاب گرفته، نماد استقامت در برابر خشکی است. اما راز واقعیش در زیر پوستش نهفته است. هنگامی که تنه محکم آن شکافته شود، مایه‌ای به رنگ سرخ آتشین از آن جاری می شود، همان خون اژدها که در طول تاریخ از کیمیاگری تا طب باستانی راز و رمز بسیاری از فرهنگ‌ها بوده است. آیا این خون واقعاً جادویی است و چگونه این درخت توانسته است در سخت‌ترین شرایط زنده بماند؟ برای کشف حقایقی فراتر از افسانه‌ها با ما همراه باشید تا به دنیای مرموز درخت خون اژدها سفر کنیم. درخت خون اژدها یکی از منحصر به فردترین و شگفت‌انگیزترین گیاهان روی کره زمین است. این درخت به خاطر ظاهر عجیب و صمغ قرمز رنگش که شبیه خون است، شهرت جهانی دارد. در ادامه اطلاعات بیشتری در مورد این درخت ارائه می‌دهیم. 1. ظاهر و شکل ظاهری. تاج چتر مانند. مشخصه اصلی این درخت تاج متراکم و کروی شکل آن است که شبیه یک چتر یا قارچ وارونه به نظر می رسد. شاخه‌ها در زاویه قائمه یا نزدیک به آن رشد می کنند و برگ‌های بلند و باریک در انتهای شاخه‌ها جمع شدند. تنه درخت معمولاً کوتاه و ضخیم است و هرچه به سمت بالا می رود، انشعابات بیشتری پیدا می کند. برگ‌ها بلند، نیزه‌ای شکل و کشیده هستند که در قسمت انتهای شاخه‌ها قرار دارند. این برگ‌ها پس از مدتی خشک شده و می‌ریزند، اما در محل اتصالشان به شاخه باقی می‌مانند و به مرور زمان بافت خشن و زبری را ایجاد می‌کنند. 2. زیستگاه و پراکنش. جزایر سوکوترا. این درخت عمدتاً در جزایر دورافتاده سوکوترا در اقیانوس هند که متعلق به کشور یمن است، یافت می‌شود. این جزایر به دلیل انزوای جغرافیایی تنوع زیستی منحصر به فردی دارند و بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری آنها بومی همین منطقه هستند. شرایط سخت. درخت خون اژدها در ارتفاعات سنگی و خشک جزایر، جایی که شرایط آب و هوایی بسیار سخت و بارندگی کم است، رشد می‌کند. این سازگاری با محیط‌های خشک یکی از دلایل بقای این گونه است. صمغ خون اژدها، شیره قرمز رنگ. هنگامی که پوست یا تنه درخت بریده می شود، شیره غلیظ و قرمزی از آن تراوش می کند که به صمغ خون اژدها معروف است. این صمغ به دلیل رنگ و خواصش از دیرباز مورد توجه انسانها بوده است. کاربردها. دارویی در طب سنتی از این صمغ برای درمان زخمها، التیام جراحتها، کاهش التهاب، درمان مشکلات گوارشی و تقویت سیستم ایمنی استفاده می شده است. خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نیز برای آن ذکر شده است. رنگ دهنده به عنوان رنگ طبیعی برای پارچه، غذا و لوازم آرایشی مانند رژ لب سنتی استفاده می شده است. پولیش و جلا برای جلا دادن به مبلمان و کف چوبی کاربرد داشته است. بخور و عود در مراسم آیینی و مذهبی به عنوان بخور استفاده می شده است. ترکیبات. این صمغ حاوی ترکیبات شیمیایی متنوعی از جمله فلاونوئیدها، پلیفنولها و آلکالوئیدها است که برخی از خواص دارویی آن را توجیه می کنند. 5. وضعیت حفاظتی. متاسفانه این درخت به دلیل تخریب زیستگاه، چرای بیش از حده دام و تغییرات اقلیمی در معرض خطر انقراض قرار دارد. تلاش‌هایی برای حفظ و احیای جمعیت این گونه منحصر به فرد در حال انجام است.